با سلام خدمت تمام دوستا و عزیزانی که هنر نقاشی رو پارچه رو در این صفحه دنبال میکنن. تو قسمت قبلی که سفید کردن پارچه های تیره رو یا زیرسازی پارچه های تیره رو خدمتتون آموزش دادم، چند تا سوال بود که حتما دوست داشتم اینجا توی این ویدیویی جداگانه براتون توضیح بدم. یکی از سوالا این بودش که چند لایه ما برای سفید کردن طرحمون یا زیرسازی طرحمون باید انجام بدیم. اون بستگی به رنگ اون طرح داره. اگه رنگایی که استفاده میشه تیره هستن، نیازی نیستش که 5 لا 6 لا زیرسازی انجام بشه. با 3 لا 2 لا زیرسازی سفیدکاری کار در میاد. ولی اگه هرچی رنگ روشن‌تر بشه، پارچه تیره تر باشه، رنگ هایی که میخوایم روی طرح بذاریم روشن تر باشه، ما نیاز داریم که زیرسازی رو خیلی به قول معروف استخوندارتر انجام بدیم، یه حالتی که سفیدی قشنگ خودشو نشون بده که ما رنگ هایی که میذاریم مثل زردهای روشن، مثل صورتی های روشن، بتونه اون درخشندگی رنگو به ما بده. بعد نکته بعدی که باید حتما توجه داشته باشین، رنگی که میخوایم بسازیم برای پارچه های تیره که ما زیرسازی انجام دادیم، این نکته رو حتما باید توجه داشته باشین که رنگی که میسازیم مقدارش زیاد نباشه. چرا؟ چون که ما در این قسمت نمیخوایم رنگو به تار و پود پارچه وارد کنیم، به خوردش بدیم. به اصطلاحی رنگی که بر میداریم از روی پالت باید مقدارش هم اتفاقا خیلی کم باشه که رنگ بای نسه، یا قلمرو رو که میکشیم جای قلمومون روی طرحمون نندازه و با قلموی تمیز ما بتونیم رنگو به حالتی محو بکنیم. و این 2 تا نکته کاملا حواستون باشه. در این صفحه ما تکنیک های نقاشی روی پارچه رو خدمتتون آموزش میدیم، نه اینکه من بخوام نقاشی رو به شما آموزش بدم، نقاشی یا طرح زدن یا رنگامیزی. ولی خب یه سری نکاتی هستش که توی کار بهش نیاز دارید، خب اونو حتما میگم. ولی برای به دست آوردن رنگ ها شما ویدیویی ساختم براتون که میتونین از اون استفاده کنید. چرخه رنگو ببینید، آموزشش رو گذاشتم، طرز ساختن رنگ ها اونجا هستش، مکمل ها، رنگ های اصلی. اون ویدیو خیلی بهتون کمک میکنه که بتونید رنگاتون رو بسازید. ولی برای رنگ های بنفش من چون از رنگ ایرانی استفاده میکنم، گفتم قبلا خدمتتون، از بنفش 1847، از سرخابی 1828، از این 2 رنگ سوداکو استفاده کردم برای رنگامیزی. حالا اگر این 2 تا رنگ رو نداشتین، از آبی و قرمزی که رنگ‌های اصلیمون بودن داشتیم شما میتونین استفاده کنین که با مخلوط کردن رنگ آبی و قرمز رنگ بنفش به دست میاد. اگه قرمزتون بیشتر باشه حالت سرخابی تر میشه، اگه بنفشتون بیشتر باشه، رنگتون آبیتون بیشتر باشه، حالت آبی اون قسمت بنفش بیشتر میشه. باز رنگ سفیدم میتونین کم رنگتر و پر رنگترش کنید. برای کشیدن این گلبرگ ها هم قلم باید به صورت عمودی قرار بگیره، نوک قلم به رنگ بخوره، زهرش گرفته بشه، بعد این خطوط کشیده بشه. خب فکر میکنم نکاتی که باید بدونید در مورد نقاشی رو پارچه های تیره رو در این چند ویدیو خدمتتون عرض کردم. انشالله موفق باشین، برکت باشه برای همه.